درود دوستان، خوش اومدیم به قسمت جدید آموزش زبان انگلیسی، یعنی قسمت 15. امروز اومدیم تا با هم در مورد گذشته ساده یا past simple حرف بزنیم. خب اولین کلمه‌ای که باید در مورد این یاد داشته باشیم کلمه yesterday هست که به معنای دیروزه. حالا بیاین بریم 4 تا فعل گذشتهشون رو ببینیم. study میشه studied، go میشه went، eat میشه ate و play میشه played. خب بریم یه ترکیب، یه قاعده خوب برای ساخت این نوع جملات رو ببینیم. قاعده خوبی که گفتم yesterday I به اضافه فعل گذشته، به عنوان مثال دیروز من به اضافه فعل گذشته کاری که انجام دادیم. مثالش yesterday I ate food، من دیروز غذا خوردم. یا yesterday I played a game، من دیروز یک بازی انجام دادم. حالا اون بازی میتونه کامپیوتری باشه که میتونین بگین video game. خب یا مثلا yesterday I went to school، من دیروز به مدرسه رفتم. یا yesterday I studied English، من دیروز درس زبان انگلیسی خوندم. خب اینم از این ویدیو. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و تا قسمت بعدی یعنی فردا، خدا نگهدار.